خب دیگه کل هفته کار کردیم، خسته شدیم، مانده شدیم. حال چی؟ روز رخصتی است، روز جمعه است، امروز کل جا بسته است و همه رخصت است دیگه. ما هم دیگه آماده شدیم، آمادگی گرفتیم بریم یک چکر سمت بروکسل، بلژیم و آنتورپن. همراه ما باشید. خب یک دقیقه سریع ما آمادم بانک اینجا پارک کردم، چون در بروکسل که میرم اونجا خارجی ها زیاد است و همه اینجا بیشتریشون پول نقد میگیره. پس شاپینگ که میکنه حتما پول نقد آماده خود ببرن در بروکسل. خب باش صدای موزیک من کم کنم. ما تقریبا یک ساعت خانیم از بروکسل دور است دیگه و فعلا یک 20 دقیقه در راه بودم، یک 40 دقیقه دیگه مانده. بالاخره بعد از یک ساعت رسیدم بروکسل و هم داخل بروکسل هستم دیگه. اومدم اگه کمکی چی شاپینگ کنم برای خود و برای البته من خودم زیاد اهل شاپینگ نیستم، میرم فقط اون دکان سر کوچه خود هر چی خوش نمیاد میگم یا آنلاین سفارش میدم. ولی حالی آمدم بروکسل هم تو یک چکر رو و کمکی شاپینگ کنم برای امروز. هم بروکسل آمدم بازار عربا. یک دانه خارجی یعنی یک دانه بلژیکی جو پیدا نمیتونه کنه، کلشان خارجی هست.